سلام، من نوحم. و منم محمد صدیقم. و منم یوسفم که با محمد صدیق امسال تونستیم قرآن رو ختم کنیم. اینجا مکتب خونه ماست. از کلاس اولی داریم تا کلاس پنجمی. مکتب خونه ما در 2 فصل زمستان و تابستان برگزار میشه. ما الان در دوره تابستان سال 1404 هستیم. ما تو مکتب خونه هر روز 3 زنگ داریم. زنگ اول و دوممون کلاس قرائته که توش یاد میگیره قرآن رو درست و زیبا بخونیم. اما زنگ سوممون یه عالمه کلاسای باحال داریم، مثل احکام، قصه های قرآنی، مفاهیم قرآنی، عربی، کتابخوانی و ورزش. اگه کنجکاوی بدونید تو این کلاس چی میگذره، پس با ما همراه باشید. اینجا کلاس قرائته. اولین زنگ روز ما از همینجا شروع میشه. تو این کلاس یاد میگیریم قرآن رو درست، شمرده و قشنگ بخونیم. بعضی وقتا تمرین تجویده، بعضی وقتا هم با صوت و لحن کار میکنیم. وقتی یکی خوب میخونه همه با احترام گوش میدن و یاد میگیرن. ما توی کلاس احکام یاد میگیریم چطوری نماز بخونیم، وضو بگیریم، مرحله به مرحله. معلم کمک میکنه همه چیز رو درست انجام بدیم. این کلاس بهمون یاد میده که زندگی روزمره‌مون رو با دین و اخلاق بهتر کنیم. تو کلاس عربی کم کم با زبان قرآن آشنا میشیم، چون هنوز کوچیکیم از چیزای ساده شروع کردیم، مثل رنگ‌ها، عددها یا اسم حیوانات. اینجوری قدم به قدم میریم سمت فهم بهتر قرآن. السلام علیکم. و علیکم السلام. ما اسمك؟ انا طه. كيف الحال يا طه؟ انا بخير الحمد لله. اینجا کتابخونه است، جایی که توش کلی کتاب خوب و باحال است. تو این کلاس کنار هم میشینیم و کتاب میخونیم. داستان، حکایت، شعر، بعضی وقتا اونقدر شیرینه که اصلا دلمون نمیخواد زنگ تموم شه. قصه های قرآنی همیشه قشنگه، مثل داستان حضرت یوسف، حضرت نوح یا حضرت موسی. هم قصه است، هم درس زندگی. اینجا کلاس ورزشه. ما توی کلاس ورزش انواع بازی‌های هیجانی و فکری داریم، مثل تنیس، فوتبال دستی، هاکی، جینگو، دارت و انواع بازی‌های دیگه. این بازی‌ها کمک میکنن بچه‌ها تمرکز بیشتری داشته باشن و با هم همکاری کنن و پر انرژی تر زندگی کنن. و برنامه‌های تفریحی زیاد داریم، مثل دریا، زمین چمن، گردش، جنگ شادی و غیره.
بعد از پایان زنگ سوم کلاس حفظ قرآن برگزار میشه که تا نزدیکی اذان ادامه داره. با رسیدن وقت اذان ظهر هر روز یکی از بچه‌ها میره و اذان میده و بعد همراه مردم نماز ظهر رو میخونیم و بعد میریم سمت خونه. همه اینا برامون مثل تمرینه، هم تمرین زندگی هم تمرین با هم بودن.